رو می‌ریم با موضوعهای دیگر. دیروز شورشیان در سوریه گوری پدر بشار اسد را آتش زدند. در همین حال از سقوط رژیم بشار اسد 4 روز گذشت و نگرانی‌ها از خلای قدرت و خطر بازگشت گروه دولت اسلامی یا داعش تا رفت بیشتر به گوش می‌رسد. گروه دولت اسلامی را در مجموع چون نیروی ارزیابی می‌کنند که در دوام سال‌های زیاد دیگر خود را از دست داده است و جنگیان پراکنده‌اش در دشت‌های وسیع بین عراق و سوریه پهن و پریشان شدند. ولی خطر فرصت طلبی و تلاش بازگشت به قدرت این گروه در سوریه امروزه هرچی بیشتر صدا می‌دهد. در این زمینه چند کارشناس غربی نظر خود را با رادیو زودی در میان گذاشتند و حالا از همکارم خیرامان بقازاده که با ما در استودیو است خواهش میکنم نظر آنها را برای ما و شما خلاصه کند. بله شهلا، سلام بینندگان ارجمند. واقعا هم هرچی بیشتر این نگرانی به گوش می رسد که جنگیان داعش با استفاده از خلای قدرتی که در پی سقوط رژیم بشار اسد ایجاد شده است می توانند دوباره جای پای خود را مستحکم نمایند. سال 2014 وقتی این گروه قسمت‌های کلانی را در قلمروهای سوریه و عراق تحت نظارت درآورد و خلافت خودخوانده‌اش را اعلان نمود، تمامی جهان را در حالت ترس طولانی قرار داد. در صف این گروه یادتان باشد نکمتر از 3000 شهروند تاجیکستان هم بودند. سال 2018 این نیروها در مجموع مغلوب کرده شدند. ولی فاطمه ایوب، یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه در واشنگتن، میگوید داعش یک حرکت و گروه است که خود به خود میتواند تغییر شکل کرده دوباره احیا شود. با گفته او این گروه میتواند از یک کمبود جدی استفاده کند که آن نابرابری قومی و دینی در جامعه سوریه می باشد. این نگرانی را نیروهای دموکراتی به رهبری کردها هم بیان میکنند که امریکا آنها را حمایت میکند. این گروه حالا در شمال و شرق سوریه قرار دارد. این اسپیکهارت، رئیس مرکز بین المللی تحقیق افرادگرایی در واشنگتن، میگوید حالا داعشی‌های زندانی امیدوارند که آزاد شده دوباره از پی احیای خلافت اسلامی خود می شوند. خب با تا حال ما دیدیم که مقامات در اروپا یا امریکا احتیاطکارانه درباره سر کار آمدن گویم صاحبان یا رهبران نو در سوریه نظر میدهند. تا کجا آنها تهدیدهای داعش را جدی ارزیابی میکنند؟ آنچه که مورد ذکر بسیاری ها است این ادامه نامعینی در قدرت از زمان به دست گروه هیئت تحریر شام در روز 8 دکبر گذشتن کشور است و پنتاگون هم همان روز گفت شروع از 8 دکبر نیروهای آمریکا ضد 75 هدف از جمله مکانهای معروف به قرارگاه ها و پایگاه های داعش حمله های دقیق و مشخص انجام داد. واشنگتن از سال 2014 رهبری ائتلاف ضد داعش را به دوش داشت. سال 2019 مؤسس این گروه ابوبکر بغدادی و بعد رهبران دیگر آن را به قتل رسانید. و به باور تحلیلگر دیگر داعش ایمن التمیمی، اگر ایالات متحده آمریکا همین گونه فشار را بالای داعش توسط حمله های هوایی ادامه دهد، امکانی تحت نظارت نگه داشتن وضعیت وجود دارد. تشکر بینندگان عزیز. خیرامان بقازاده بود با هشدارها از احتمال بازگشت داعش در سوریه بعد بشار اسد. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید.